موهایش سپید گشت کودکی که دفتر خاطراتم را میخواند. چون با سر کردمش تو کیسه آرد که بفهمه دفتر خاطرات شخصیه. من بعد از 30 و چند سال که دارم با دکتر برنامه اجرا میکنم هنوز یکی از خاطراتش رو از رو دفتر خاطراتش نخوندم، چون اصلا دفتر خاطرات نداره. میگه اینها قرتی بازی است. به جاش هر وقت میلش بکشه خاطره میگه به هیچ کی هم ربطی نداره. من مایه فروتنی ذاتیم، حالا خب هیچی بهت نمیگم، ولی زبون درد میگیره اول برنامه به جای این پرت و پلاها یه تعریفی از ما بکنی عین همون 30 سال پیش. یه تعریف درست حسابی. در خدمت ابر استراتژیست نظام تکتاز جاده های پرپیچ و خم و دلهور آور استراتژی که اگر بتونه همه بدبختی ها رو به خوشبختی و همه پیچ و خم ها رو به اتوبان چهاربانده تبدیل میکنه، اونی که دست مقام عظما رو گرفته و تو اقیانوس بدبختی ها اونو نقطه به نقطه پیش میبره و نشونش میده که نظام الهیمون هیچ وقت از دست این بدبختی ها خلاصی نداره. سونامی بدبختی های نظام، سونامی بدبختی های نظام، مولینکس مشکلات استراتژیکی. آیه دکتر، حالا که خودتون وارد شدین من دیگه باقی تعارفات مثل هدر و کورنر و دند عقب با بار میلگت کمرشکن تو تاریکی و اینا رو میذارم برای برنامه بعد که ضایع نشه. تو ما رو ضایع کردی به جاش که ناکس شانس ما رو به پایی وسط. فقط یه بار شانس در خونه ما رو زد، اونم گذاشت و در رفت. ناکس بعد شانسی دستش هر روز زنگ بر نمیداره، بدبختی هم که کلا کلید داره، میاد تو خونه برای خودش میشینه. آیه دکتر ببخشین برجامو تو 20 دقیقه تصویب کردن، ولی مگه نمیگفتن 200 تصحیحی داره طرح و اینها روش هست؟ اگه کار 20 دقیقه بود پس این همه دعوا و جنگ و سیمانت میکنیم و فکت پیاده میکنیم و پوستو میزنیم و اینا چی بود؟ فیلم بود؟ جنگ و دعواش فیلم نبود، برجامش فیلمه. پس دعوا سر چیه؟ خب چطور دیگه. وقتی میخوان کلیات تصویب کنن رای نصف نصفه ولی یه دفعه 2 روز بعد با جزئیات اینطوری زرتی تصویب میشه؟ آره دیگه، دعوا سر بعد برجامه، سر برجام که نیست که، خودش که کاری نداره که. اول جلسه هم لاریجانی اومد دوزاری همه نماینده‌های دلواپس رو انداخت که عضوا گفته همه عین بچه آدم رأی میدین. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض می‌کردم بله، میفهمودن که بعضی وقتا دلت یه چیزی میگه عقلت یه چیزی دیگه، اما جفتشون غلط کردن با 7 جد آبادشون. ببین زور بالا سرت چی میگه. بعد برجام داستانش دیگه خیلی فرق میکنه. آیه دکتر تو مباحثات برجام تو مجلس جای شما خالی بود. آره چون استراتژی حالیشون نیست. خب حالا من برم چه کار کنم اونجا؟ برای بحث استراتژی نمیگم آقای دکتر، برای بزنش میگم. سیمان بود و فک و پوز و کف گرگی، فقط جای شما خالی بود. شما که یه تنه همه رو حریفی. شرمنده اخلاقتم با این حقیقت گویی زق و زننده است. 2 تا کف گرگی میزدین به هر دو جنا که شکمشون رو زمین خط ترمز بندازه یه تکونی بخوره. آفرین، ولی خب چه فایده؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن کرم خاکی کلی هم که خودشو بتکونه تازه خاکش میریزه میشه کرم معمولی. آیه دکتر قرار بود تصویب برجام همه بدبختی های نظام رو حل کنه، همه دردها رو شفا بده. الان دیگه وعده هایی که حاجی روحانی داده بود باید اجرا بشه. آیه دکتر تو هم گرفتی بارو، من نمیفهمم این استراتژی رو تو حالی نمیشه. حاجی روحانی صبح یه حرف میزنه زور میزنه زیرش، شب یه چیز دیگه میگه کو کی کجا، راست میگه بره اون 4 تا وزیر خودش رو جمع و جور بکنه که نامه ندن پتش بریزه رو آب. پس وعده ها چی میشن آیه دکتر؟ بابا مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض کردم بله، میفرمودن آدم مشنگ 2 جای بدنش همیشه کبوده، پشت دستش با پای چشش. صبح که داره میره بیرون هر چی بهش میگن محکم میزنه پا چشش، میگه رو چشم، وعده میده. شب که برمیگرده یهو میزنه پشت دستش میگه ایداد بیداد بازم یادم رفت. روشن شد یا همچی بزنم که تو 3 جای بدنت کبود بشه. ولی شما ابر استراتژیست نظام هستید، شما باید به جای ایرادگیری راهنمودهای بعد برجامی بهشون بدید. برم الی آخر راهنمود با کسی میدن که بهش بیاد.
مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن به مشنگه گفتن اگه لقمه غذایی که میخوای بخوری باید 32 بار بجوی تا غذات خوب هضم بشه. ولی بهش نگفتن کسی که این کارو میکنه و اینطوری لقمه میخوره دیگه غذا رو نباید عین کمپرسی بار بزنه، باید بهش بیاد. هیچی دیگه، طرف نشست سر غذا هر لقمه رو 32 بار جوید، هنوز داشت نهار میخورد دید شام براش آوردن. روشن شد یا همچی بذارم که 32 بار جویده بشی زیر دست و پا. دکتر ببخشید سوال آخرم در مورد برجام بود که با این توضیحی که شما دادین دیگه نمیپرسم. این هم دستاورد ظریف بود با اون ریش بزیش. نه بپرس، سوال برجام تو بپرس، بذار بگم تا دلم خالی بشه نسبت به این ظریف مشنگ. دوستی با این ظریف مشنگ سرماخوردگی رو خوب میکنه. چرا؟ چون خیلی شلغمه. این مشنگ با ریش بزی غلط اضافه میکنه، بعد غلط اضافه براش سنگینی میکنه، کمرش درد میگیره. به این میگن رابطه بین ریش بزی با کمر درد. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه ریش بزی داشت، رفت جنگل، شیره خوردش، بعد این شیره به رفیقاش گفتش که نمیدونم چجوریه امروز یه بز خوردم ولی نمیدونم چرا مزه خر میداد. یا همچین بذارم دکتر به هر حال از بحث جنگ و دعوای بعد برجام بر سر اینکه کی اون بالا بنشینه دور نیفتیم. نه خیر، همه اینا رو گفتم که دور بیافتیم. تو هم هیچ داره نمیفهمی، هر چی باشه حرف منو گوش کن که 412 تا پیرهن از تو بیشتر تو بحث‌های استراتژی پاره کردم. این که دلیل نیست که آقای دکتر، این دلیل دید استراتژیک شما نمیشه. بی‌مبالغه کردی پیرهناتو پاره کردی. نه خیر، صداتو ببر. پیرهن میکنه. خودم نبوده، پیرهن طرف مقابل بوده که یقه‌شو گرفته بودم. فکر کنم تو هم حواس کردی برات پیرهن تو اینجا پاره بکنم 413 امی بشی. بشین سر جای دکتر. برو ببرم قدیم